ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. بعد حمد ثنای خداوند متعال و درود بر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی قدر، چند لحظه های بعد به سمع شما در بابت دعا صحبت نکرده بودیم. امروز هم که باشد با توفیق الله مهربان به سمع شما یک دعای را که در بابت غم اندوه است. امروز بسیار مردم، علل خصوص مردم غریبی که دور از وطن، در غم اندوه هستند. حدیث دعای از پیامبر صلی الله علیه و سلم در این بابت روایت شده است. میخواهم این دعا را که در بابت غم اندوه که هست به سمع شما برسانم. از همه شما خواهش میکنم که در حفظ کردن، یعنی در اذیت کردن دعا کوتاهی نکنید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما و شما تعلیم میدهد: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وذل دین و غلبة الرجال. یعنی این عربیش بود. دعا را به شما معنی داد میکنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید: ای بارا خدایا، من به سوی تو پناه میبرم من الهم والحزن، گفته از غم اندوه. همی حزن گفته غم اندوه هم میگن. والعجز گفته از ناتوانی، اینکه توانمند نباشم، یک کار دستم نیاید، یک خوبی دستم نیاید، از همین به سوی تو پناه میبرم. و کسل از تنبلی، خدای به سوی تو از تنبلی به سوی تو پناه میبرم. بعضی انسان ها را نگاه مینه الله هم قطعا صحت شو گردانیده است، تن قدت قامت شده است، لکن تنبل هستند، قوت کاری ندارند. همین پیامبر دعا میکنه خدای از همین تنبلی به سوی تو پناه میبرم. والبخل، با خدای مهربان از کینه و بخل. این کینه و بخل هست در دلای ما و شما که به همدیگر محبت نداریم. از همه کینه و بخل خدای به سوی تو پناه میبرم. والجبن، جبن گفته ترسانچکی را میگن. با گفت یا الله مهربان به سوی تو پناه میبرم از ترسانچکی. امروز مسلمان ها ما هم ضعیف ایمان اشتگی هستیم که به اندکار هم ترسانچکی میشیم که دیگه عبادت الله ترک میکنیم. و ذل دین گفته از وزمینی قرض، یعنی از مشکلات قرض زیاد. امروز بعضی بنده های خدا هستن، بعضی برادر ها هستن که میگن از همین قرض نورمدیم، فقط در غم اندوه همین قرض هستیم. همین قرض بسیار کشمکش میکرد. یعنی از همین مشکلات قرض هم پیامبر با سوی خدا پناه میبرد. امروز امت اسلام همیشه در فکر قرض گرفتن است، لکن در برگرداندنش خیلی مسلمان واقعی نباشن، اگر اکثریتش خیانت میکنن. از روی همین قرضگیری و قرض دادن دیگر نسبت هم دیگر رنگی دشمن شدگی هستیم. به همین خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از قرض، از وزمینی قرض به سوی خدا پناه میبرد. و غلبة الرجال گفته ای غالب اومدن مردم، یعنی از غلبه مردم، یعنی که از این که مردم من نفرت کنن، مردم با من صحبت کردن نخواهند، مردم همیشه با من بد بینن، از همین گناه مردم به سوی خدا چکار میکنم؟ پناه میبرم. این دعایی بود که از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما و شما روایت کرده است به پیروان خود. از الله متعال خواهان هستم که الله متعال این دعا را به همه ما و شما مسلمان ها سودمند بگرداند و در اذیت کردن این دعا همه ما و شما مسلمان ها را مسلمان واقعی بگرداند. در هر کجا که باشه الله متعال من و شما را بنده محبوب خود بگرداند.